پدر و مادر کودک یک ماهه‌ای که بعد در خانه انجام دادن مراسم ختنش در حالت کما به بیمارستان افتاد، در یک ویدیو بر انتوی نقل کردند که برای ختنه فرزندشان طبیبی را کرو کرده بودند که از تاجیکستان به روسیه برای تحصیل آمده بود. به گفته این دو مهاجر تاجیک، طبیب آنها را اطمینان خاطر داد است که ختنه فرزندشان را درست انجام خواهد داد. به گفته مادر طفل نوزاد، هنگام به کودک گذرانیدن لیدوکائین، کودک را الرژی فرا گرفت و او به کما افتاد. این کودک تا حال در بیمارستان در حالت وزنین قرار دارد. در رابطه با این حادثه با اتهام خدمت رسانی که جوابگوی قاعده های بیخطری نیست، پرونده جنایتی گشوده طبیب تاجیک را دستگیر کردند. کامسomolskaya pravda قبلا خبر داد که طبیبی برای ختنه دعوت شده رحمتالله دودخودویف نام و 30 سال داشته در حقیقت در تاجیکستان در رشته جراحی تحصیل کرده است، ولی هنوز روشن نیست که آیا حق فعالیت طبی و از جمله حق انجام جراحی های به مثل ختنه را داشت یا نه. ختنه پسران در بین خلقهای گوناگون، اساساً در بین مسلمانان و یهودیان، یک عنعنه رایج به شمار می رود. معمولا ختنه کودکان را بعد کمی بالغتر شدن آنها انجام می دهند، ولی نه دیرتر از رسیدن آنها به سن 12. ولی وقتهای آخر در هفته‌های اول بعد تولد کودک انجام دادن ختنه آنها رایج‌تر شده است.